شوربا 10 گیلاس شوربا را درست میکنیم. برای 10 گیلاس شوربا به این مقدار مواد غذایی ضرورت داریم. مواد لازم: 1 قاشق چایخوری روغن زیتون، 1 پیاز متوسط پوست کرده و خرد شده، 1 پوند گوشت بره با استخوان خرد شده با تکه‌های بزرگ و خرد می باشد، 1 قاشق چایخوری نمک، 3 مکعب مساله مرغ، 4 گیلاس آب، 4 عدد کچالوی سفید یا زرد شسته شده پوست کرده و 4 عدد هر کچالو را به 4 تقسیم میکنیم. 3 عدد زردک بزرگ شسته شده و پوست شده به مکعب‌های نیم انچه خرد میکنیم. 1 گیلاس نخود. طرز تهیه: دست‌ها را با آب و صابون بشویید. روغن را در یک ظرف بزرگ روی حرارت متوسط رو به بالا گرم کنید. پیاز را اضافه کنید و حدود 5 دقیقه تفته تا قوایی طلایی شود. گوشت بره را اضافه کنید. 5 دقیقه تفته تا دیگر گلابی رنگ نباشد. آب را اضافه کنید، شور بدید و بگذارید تا بجوشد. پس از جوش آمدن حرارت را کم کنید تا بجوشد. روی آن را بپوشید و حدود 30 دقیقه بپزید تا پیاز حل شود. سیب کچالو یا سیب زمینی، زردک و نخود را اضافه کنید. حدود 30 دقیقه در آب بجوشانید تا سبزیجات نرم شد. اگر برای کودکان کوچک سرو میکنید مخلوط کنید. قبل از سرو برای بزرگسالان آن را با مکعب مساله مرغ در صورت تمایل نمک مرغ مزه‌دار کنید. باقی مانده غذا را تا 4 روز در ظرف بسته شده در یخچال نگهداری کرده می توانید.